سلام دوستانی عزیز، امیدوارم که همه شما خوب هستید. امروزه влог رو با نشان دادن انا همین کосметика ها یعنی маска های روی آغاز میکنیم. اینها رو از Wildberries خریدم دوستان، فرمایش دادم. بهاد маска های ناز برای روی سوخوی، هر گونه ویتامین ها دارد درونش. دیلی маск باید هر روز استفاده برید میشود. باز корейский косметика, корейский маска هستند که در یک هفته یک دو بار این خیلی نه، هر روز میتوانید استفاده برید. انا اینجا باشد دوستان عزیز. طرز تیار نمودن کارتوشکا گوشت با روی ازبکی آماده میکنم. من بسیار یک نمود بلوگری ازبکی که بسیار مشهور است در یوتیوب تماشا میکنم. از همونجا من همین رецепт رو گرفتم دوستانی عزیز. اول کартошка رو مخشرو жарит карда میگیریم. ملایم نشود هم میشد، لیکن باید سرخ شود. کم کم میاندازیم کартошка رو که نچسبد و بعد این روغن رو کمترش رو میگیریم دوستان. گوشت رو باریک ریزه کرده اون رو کمتر жарит میکنیم. обаш که گوشت رو تمام شد، 2 دانه پیاز رو میاندازیم. 5-6 минут گوشت رو жарит میکنیم. زیره، نمک، خواهید مرچ آمیخته کنید. بعد 1 стакан آب انداخته بالایش رو 20 دقیقه میگذاریم. بعد از 20 دقیقه میکشویم دوستان. بعد همین کартошкаи که ما حاضر жарит کرده گرفتیم باز درون همین دک میاندازیم و بالایش رو نیم ساعت مخدوم میکنیم. در آخری نوار میبینید دوستان باز چقدر آماده کرده استادم. به حد با لذت میشود دوستانی عزیز. گفتنی هم که حاضر فصل تیرما آماده استوده است. بیشتر маска ها از Wildberries من استفاده استادم. بسیار وقت корейский косметика ها استفاده میبردم. حاضر باشد 1-2 نمود маска ها заказ کردم از Wildberries. بهاد با من معقول شد. در اولی نوار به شما نشان دادگی هستم. باز میگویم همین نمودی маска ها رو من خودم کردم. بهاد ناز است. باز در влоги آینده نشان میدیم که 1-2 نمود گل برای стирка, بعد крем برای увлажняющий, крем های در تگ подгузник برای کودکان заказ کرده گفتم. آوردن بهاد با مزه میگم. بهاد بویش ناز است دوستان. برای کودکانی که نو تولد شدگیان فایده دارد. در влоги آینده نشان میدیم. باز انا دوستانی عزیز همون نمودی که من شما به نشان میدم گل از کریا بهاد ناز بوده است. برای زنهایی که کودکان معده دارند میخواهند لباس های کودکانشان بوی ناز کند، از همون نمود گل باز در влоги آینده نشان میدم. بینید بهاد ناز بوده است دوستان. برای خودتون باشد، برای کلان سالن кондиционер برای بوی لباس ها رو بهتر کردن من از کامفورت استفاده میبرم. در влог های پیشینم نشان داده بودم دوستان. برای کودکان وای نمیشود چون که بویش سخت است. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام
عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد